نقل است که نوح ابن مریم قاضی شهر مرو بود. او را دختری بود. بزرگان شهر مرو دختر را خواستگاری می کردند، اما قاضی خواستگارها را رد می نمود. وی می گفت که من دخترم را تنها به جوان پرهیزگار می دهم و برای دخترش جوان مناسب می جست. هرچند جست هیچ کس را از غلام خود مبارک پرهیزگارتر و دیندارتر ندید. پس او را آزاد کرد و دختر خود را به غلام خود نکاح کرده داد. مبارک تا 40 روز گرد دختر نگشت. مادر دختر از آن حال خبردار شده شکایت کرد و به شوهرش گفت: دختر پارسا و پاکیزه خود را به غلام خود دادی، او باشد هنوز میل به وی نمی کند. این چی کار بود که تو کردی؟ قاضی مبارک را به نزدش خوانده گفت: ای مبارک، تو مگر از فرزند من ناز میکنی که به او التفات نداری؟ مبارک گفت: ای قاضی مسلمانان، مرا با فرزند شما چگونه ناز رسد؟ اما چون منصب قاضیگی به شماست، می ترسم که این دختر در خانه شما لقمه خورده باشد که شاید شبهناک باشد. من احتیاط می کنم و او را طعام حلال می خورانم تا درون وی پاک شود. اگر حق تعالی فرزندی تقدیر کرده باشد، شایسته و با صلاح باشد. چون 40 روز رسا بگذشت، دختر را تصرف کرد و چون او در لقمه احتیاط به جای آورده بود، حق تعالی به او عبدالله را نصیب گرداند. عبدالله ابن مبارک به 4 چیز در همه روی زمین مانند نداشت در زمان خود. اول به علم، دوم به حلم، سیوم به شجاعت، چهارم به سخاوت شهرت داشت. همین است که هر کس کار از برای خدا کند، هرگز زیان نکند. پس باید که شخص مسلمان از برای دنیای مردار شده فرزند خود را به دست ناپاکان ندهد. در این موضوع سخنها بسیارند، لیکن برای شخصی با فهم همین هم کفایه است. نقل است که